گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 23. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. باب 4، آسیای میانه در دوره کوشانیان. 1، پارت، یونان و باختر و کوچمنچیان. ابتدای تاریخ یوجه ها، کوچمنچیان و پارت. مؤلف تاجیکان در این زیرباب دایر به تاریخ دوره های آخری موجودیت دولت های پارت و یونان و باختر و مبارزه آنها با کوچمنچیان معلومات مفصل می دهد. او تأکید می نماید که آخرین کوشش سلفکیان برای تصرف حدود دولت پارت تقریباً سالهای 138-137 به وقوع آمد. این وقت به تخت شاهی پارت فرهاد دوی خردسال می نشست و دولت را مادرش اداره می کرد. در اول سلفکیان توانستند یک قطار ناحیه های غربی پارت پیش از همه بابلستان را اشغال نمایند، ولی بعداً با سبب شورش اهالی شهرها که از ظلم و غارت بیرحمانه دشمن بداد آمده بودند، گرنیزان سلفکیان را تارومار و پادشاه آنها را کشتند. لشکر پارت ها باز به زابلستان داخل شده برای تسخیر سوریه آمادگی گرفت، اما وضعیت به کلی تغییر یافت که سبب آن شورش کوچمنچیان بود. دولت پارت کوچمنچیان را همچون قوه های زرخرید کرایه خود استفاده می نمود. در این باره مؤلفان یونانی مخصوصاً یوستین خیلی مفصل می نویسد. اسکیف ها در عوض مزد معین باید به پارت ها یاری رسانده ضد پادشاه سوریه انتیاخ می جنگیدند، ولی فقط بعد تمام شدن جنگ رسیده آمدند. آنها را سخت طعنه زدند که وقتی در کاری یاری نرساندند و مزدی را که باید آنها می گرفتند ندادند. اسکیف ها نهایت در غضب شدند که این قدر راه را بیهوده طی نمودند و طلب کردند که یا مزد آنها را دهند یا بر ضد یگان دشمن دیگر فرستند. ولی فرهاد دو طلب آنها را هوابلندانه رد کرد و اسکیف ها جواب رد را برای خود تحقیر دانسته به غارت ملک پارت سر کردند. بنابر همین فرهاد به جنگ ضد آنها برآمد. سال 130 پیش از میلاد فرهاد به جنگ ضد سکایه ها لشکری اسیر افتاده یونانی ها را برد، اما آنها از سستشوی پارت ها استفاده کرده به طرف شورشگران گذشتند. در نتیجه شورشگران لشکر پارت ها را شکست داده فرهاد را به قتل رسانیدند.
پس از این سکایه ها پارت را کاملا غارت نموده به دشت های خود برگشتند. پادشاه نوی پارت اردوانی مجبور شد هر سال به کوچمنچیان باج دهد. من بعد هم سکایه های بادیانشین که آنها را تاریخ نویسان یونانی بیشتر سکیف می نامیدند، با سبب پرداخت نشدن مبلغ شهر و دهات پارت را غارت می نمودند. اردوان چند بار کوشش نمود که از این تابعیت رها یابد، اما در جنگ با تخاری ها تیر خورده دیری نگذشته وفات می کند. این واقعه تقریبا سال 123 پیش از میلاد به وقوع آمده بود. دولت پارت تنها در دوره حاکمیت داری مهرداد سال 123-87 پیش از میلاد توانست ولایت‌های از دست رفته را بازپس بگیرد و به یک دولت مقتدر تبدیل یابد. مسئله پیدایش یوجه ها. اکادمیک باباجان غفوروف بررسی مسئله را از آن آغاز می نماید که در دولت یونان و باختر جریان واقعه ها کاملا دیگر بود و آن بیشتر به حادثه های در شمال و شرق خاک آسیای میانه به وقوع آمده ربط داشت. در این باره بیشتر مأخذهای خطایی معلومات مفصل می دهند. در همسایگی خونهای حدود مغولستان امروزه یوجه ها نام خلق زندگی می کردند که در نیمه دوم عصر 3 پیش از میلاد خیلی قوت گرفته به خونها فشار آوردند. اما شنیوی کلمه خطایی بوده همچون عنوان شاهان یا پیشوایان خونها استفاده می شد. در سرچشمه ها آن را بعضا برابر به شاه و یا امپراتور می گذارند. شنیوی خونها، معادن یا ماده جمعیت خونها را از جهت حربی و مأموری به یک ترتیب منظم در آورده 2 مراتبه به خطای حمله آورد. سال 176 پیش از میلاد یکی از سرلشکران خونها یوجه ها را شکست داد و سال 174 پیش از میلاد باشد پسری معادن شنیوی لعاشن آنها را پر را تارومار نموده پیشوای آنها را کشت. یوجه های شکست خورده به طرف غرب به ترکستان شمالی و آسیای میانه حرکت نمودند. در آنجا یوجه ها اوسونی ها را که اتفاقچی خونها بودند شکست می دهند. اوسونی ها قبیله های کوچمنچی هندو اروپایی یا هندو ایرانی که در زمانهای قدیم در حدود شمالی سینتزیان، شینجان، ولایت مختار اویغورهای امروزه جمهوری مردمی چین اقامت داشتند. سپس یوجه ها به قبیله های سه یکی از قبیله های سکایی شکست می دهند و این قبیله ها به طرف جنوب فرار نموده توسط پلهای آویزان عقبه های پامیر جنوب و شرقی و گیبین یعنی قسم شمال و غربی هندوستان امروزه می گذرند. در این بین اوسونی ها قوت گرفته یوجه ها را شکست می دهند و آنها به باختر وارد می گردند. دایر به تاریخ پیدایش یوجه ها و نام آنها سالهای حرکتشان به طرف غرب اندیشه های گوناگون جای دارند. باباجان غفوروف اندیشه عالم ژاپنی کووابارا دایر به این مسئله را بیشتر جانبداری نموده تأکید می نماید که عقیده یوجه ها به شمال آسیای میانه در میانه سالهای 139-129 پیش از میلاد به جنوب به طرف ناحیه امو گذشتند به حقیقت بیشتر نزدیکتر است. از این رو این قبیله ها به ناحیه سمرقند حاضره میان سالهای 133-129 پیش از میلاد رسیدند. یوجه های به آسیای میانه آمده را
در مأخذها 10 یوجی یعنی یوجی های کبیر و یوجی های در ترکستان شرقی مسکن داشته را یوجی های صغیر می نامیدند. اما در مأخذهای انتیقی این واقعه ها تماماً به دیگر شکل تصویر یافتند و این از آن گواهی می دهد که مؤلفان آن از وضع واقعی گوشه های دوردست آسیا خبری عمیق نداشتند. برای همین در این مأخذها نام یوجی ها عموماً وا نمیخورد، برعکس قبیله های به باختر وارد شده با نام های اسیها، پسیانها، تخاریها و سکرعولها یا سرعوکها و اسیانها نام قبیله های اسکیف ها یادآور می شوند. مضمون معلومات هم سرچشمه های خطایی و هم مأخذ های انتیقی گواهی می دهند که گپ در اطراف یک حادثه، واردشوی قبیله های کوچمنچی و زوال دولت یونان و باختر می رود. مدت 200 سال است که عالمان کوشش می نمایند که این دو گروه مأخذها را با هم موافق نمایند. دایر به نام یوجی ها نیز فکر و اندیشه یگانه نیست. از نیمه اول عصر 19 چنین تخمینی هست که یوجی ها این همان مسگیت ها می باشند. بیشتر از همه طرفدار این عقیده عالم شوروی اس تالستاف می باشد. اما این فکر او کاملا خطا بوده، یگان اساس علمی ندارد. گروه کلان عالمان به ویژه زبانشناسان مقابل این عقیده می باشد. اتیمولوژی ریشه شناسی درست واژه مسگیت ها نیز تا حال عمیق نیست. به اندیشه برخی از زبانشناسان تلفظ قدیمه یوجی ها یووتزی نام قبیله یتی ها می باشد که در بعض سرچشمه های انتیقی آنها را همسایه تخاری ها گفتند. مؤلفان عصر 4 و هم مؤلفان عصرهای مین بعده یوجی ها را مدام تخار ترجمه کردند که این عقیده ارتباط داشتن تخار و یوجی ها را بار دیگر تقویت می دهد. بعضا نامی دوان را نیز تخاری می دانند که این هم خطاست. دوان اصلا همان فرغانه است، نه جای دیگر. عالم ژاپنی که اناکی یوجی ها را سکیف می شمارد و آنها را به ترک ها مانند می داند. اما این فکر او را دیگر عالمان مخصوصاً زبانشناسان سخت تنقید کردند. تحلیل ها نشان می دهند که در 50 سال اخیر به طفیل تحقیقات لینگویستی عالمان مملکت های گوناگون در حل مسئله یوجی ها قدمی جدی پیش گذاشته شد. بسیار تخمین و نظریه های متقابل به میان آمدند، ولی تمام خبر، معلومات و مشاهده ها الحال در یک منظره معین نغنجیده ایستادند. ولی مسلم آن است که حادثه هایی که در مسئله های دور از آسیای میانه روی دادند حقیقتاً باعثی به ناحیه های شمالی آسیای میانه وارد شدن کوچمنچیان یوجی ها گردید و این در نوبت خود دیگر قبیله ها و خلق های صحرانشین منطقه را به حرکت آورد. حمله قطعی به یونان و باختر. هنوز سال 206 پیش از میلاد، یعنی 10 سال قبل از واردشوی یوجی ها به خاک آسیای میانه، در نزدیکی مرز دولت یونان و باختر شماره زیادی کوچمنچیان جمع آمده بودند. این قوه ها بعد از سوسشوی دولت یونان و باختر استفاده نموده تدریجاً ناحیه های شمالی آن را استیلا می نمایند. پس از آمدن یوجی ها که باعث حرکت قوم و قبایل کوچمنچی منطقه گردید، هجوم قطعی به دولت یونان و باختر آغاز یافت. اما تأکید می نماید بابا جان غفوروف
ما دایر به جریان واقعی این حادثه معلومات کافی نداریم، ولی تخمین می رود که قبیله های سکایی پیش از فشار یوجی ها از حدود ترکستان شرقی و پامیر گذشته به هندوستان شمال و شرقی آمدند. قبیله های سکرائوک هایی که در مجرای میانه سیر ساکن بودند سوغد را استیلا نموده از آنجا به واحه مرو و بعد به جنوب به طرف سکستان، سیستان حاضره و هندوستان شمال و غربی حرکت کردند. اتحادیه کلان قبیله های اطراف فرغانه، تخارها و از هفت رود اینچنین کوچمنچیان نزد ارل به جنوب به طرف باختر حرکت می نماید. یک سفیر خطایی با نام چژانسیان قید کرده است که سال 128 پیش از میلاد یوجی ها دخیه یعنی باختر را تسخیر نمودند. ولی این اندیشه نیز جای دارد که به دولت یونان و باختر با راه های گوناگون، خلق های گوناگون و در وقت های گوناگون حمله کردند. این حادثه ها باعث آن شدند که در آخر عصر دو نیمه اولی عصر یک آخرین ملک های یونان و باختری استیلا گردیده دولت یونان و باختر از بین می رود. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 23. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.